سلام عرض ادب مجدد خدمت آقای امینی و سایر برادرانی که صدای ما را میشنون یا میبینن که این دروازه ورودی نزی مکتب جدید است که نیرم پارسال به 12,000 افغانی از مردم جمع آوری شده بود پولش که نیم سال آوردن نگی دروازه هم خوب به خاطر که سیمنت هم نکردیم یکی دروازه هم از دروازه که خوب نبود بازی نمیره اگر خدا بخواه نمیره گفتیم ما یک سهم دی مکتب بگیریم یعنی میرس پول شخصی خود میخوایم جور کنیم یک کمک ما بتونیم بکنیم که 8500 افغانی نمی دروازه را امروز سفارش دادیم که آینه میشه این دروازه نزی مکتب چون هم خیلی خرابه دیگه این هم اون دروازه مکتب هم که آینه کردیم خیلی هم خوب شده زیرا تاریکه اینی را مگر خدا بخواد دیگه آینه میکنیم که ما اگر زندگی بود باز پولش خودم از پول شخصی خود میدیم که نیرم بخیر که 2-3 روز بعد جور میشم یعنی میرم جور میکنیم این حیاتی مکتب است شما میبینین دیگه ساعت 3:30 بجه روز است که الان پشت سر کار میکنیم. سلام عرض ادب خدمت آقای امینی و سایر اعضای گروه. اینا بخیر دیوار رم سنگکاریش شروع کردیم. اینا بخیر امروز هم که حالا فعلا سر کار هستیم دیگه سباخ نمیشه ان شاء الله تا 3 روز دیگه اگر خواست خدا بود دیگه این دیوار را ما به سر میرسد که باقی ماندهش که بود دیگه این دوستایی که هستن هوا بسیار هوا خوب است تقریبا ساعت 3:30 بجه روز است که شما مشاهده میکنید که اینجا کار میکنیم کار جریان دارد. سلام علیکم.